جایزه، افتخارنامه و عکس‌های سامرود حاتموف. آوازخوان خادم خدمت نشان‌داده تاجیکی همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روز پیش فوتید و این عکس‌ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات به آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند. 28 خالی کنید، روز 29 خالی که نکنید مجبوری خانه کشیده میگیریم. این خانه رو برای پدرم برای خدمتاش رئیس ولایت داده بودن. واسه با مادرم من برام تئاتر کار میکردن. همونجا برو اومدن مادرم هم نفقه. یکی بسیار عذاب دادن. فرزندان سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدونند که به کدام اساس خانه رو از آنها میگیرند. وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این رو توفه کردن. وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خیلی دولت خونه توفه داده بو گشته کشیده میگیرد، همینش و حیران شدم. در این بنا که 50 خانه دارد 20 خانواده آگاهینامه گرفته است که باید خانه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند. پولی نداریم کوارتیر بشینیم، پولی نداریم خونه بخریم. این زنی بازنشسته همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم‌های پداگوژی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند. جناب همون سال اینستیتوت اومده گفته چی کم بودی دارین گپ زنی خزوندهشون مرده که ما خسته گفته که ما خونه نداریم. بعد همیشه میرلی میگه خزونده مایلسته گفته که اول نمی پروفسور خونه میدی. خزونده است ما کشو میریم چیکار میکنیم؟ کار نوگانمون دادن که به خزینه خونه. همسر پروفسور تاجیک میگوید چنین رفتار مقامات به احترامی و قدر نکردن کار اهل ضیا و معلمان است. 49 سالی کاری دارن. در ساحه معارف کار کرده، یک عمر در معلم یونیورسیته بود. این نامزد داره، کارمند شایسته جمهوری، پروفسور، دکترا، 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که میره ما بگیرن. ما کجا میرم چیکار میکنم میگیرنش. در این بنا در عموم کارمندان سابق حکومت اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند. همه که بجان آوردگی که دیگه ما تمام نمیدونیم کجا رویم. بیگذار بدادی ما رسد، بیگذار ما غیر قانونی خدمتی نیست. خانه خدمتی میشد که قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود. خانه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمود برد. از حکومت ولایت ختلان گفتند که خانه هایی که سر آن بحث می رود خانه های خدمتی اند و از این رو آنها به دادگاه مراجعت کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند. امری که می تواند 10 نفر را به جا و به سر پناه کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان.